20 روز 20 سبک نقاشی از باستان تا امروز. روز چهارم سبک باروک. در قرن 17 میلادی سبک باروک پا به عرصه وجود گذاشت. هنر از تعادل کلاسیک فاصله گرفت و به اوج احساس، حرکت و نمایش رسید. نقاشی‌های باروک پر از نورهای درخشان و سایه‌های عمیق بود. انگار صحنه‌ای از تئاتر روی بوم زنده می‌شد. هنرمندان این دوره با بازی نور و تاریکی بیننده رو مستقیما وارد داستان می‌کردند. کاراواجو با نورپردازی دراماتیکش واقعیت رو خشن و صادقانه نشان میداد. روبنس با پویایی و انرژی فراوان احساسات انسانی رو به حرکت در می آورد و رامبرانت در سکوت و عمق چهره‌ها روح انسان رو به تصویر می کشید. باروک زبان شور و نور بود. هنری که نمیخواست فقط دیده بشه، بلکه میخواست احساس بشه. برای آشنایی بیشتر با انواع سبک‌های هنری حتما پیج ما رو فالو داشته باشید.